کابینه دولت سفر دیرکتری نشریات ادیب طی چند ماه اخیر انیقترش بخصوص یک ماهی شریف رمضان مخالفین تاجیک و با تعبیر دیگر ناتوانبینان ملت تاجیک در شبکه‌های اجتماعی به هر گونه تحقیرهای گوش‌نشینی به هر گونه کاریکاتورهای ندیدنی چهره‌های معروف سیاسی تاجیک را تحقیر و مذمت کردند. آنها فکر نکردند که بهترین دیزاینرها در کارخانه ایجادی بخصوص در نشریات ادیب است و امکان داریم که 10 برابر یا 100 برابر آنها ما کاریکاتور کنیم یا همون دشنام حقارت ما هم میتونیم، ما هم جسارت داریم، اما در این با تعبیر آنها در این ماه مبارک شریف رمضان برای خود جایز ندیدیم، چون که ماه مهربانی است، ماه صداقت و صمیمیت است، بخشش بالاخره ماه بخشش و پوزش است. یک برادر ارجمند در شبکه‌های اجتماعی طی یک هفته 2 هفته بسیار برآمدی واقع بینانه و نظر بسیار نیک، نظر خالص بیان داشت که اون نفرایی که السلام علیکم و برکاته میگویند و چگونه تحقیرها و چگونه دشمنها زبان خود را آلوده کردند، وجدان خود را، ننگ ناموس خود را آلوده کردند، برای اینکه اونها در پرچم اسلام گویا که سخن میگفته باشند. هیچ وقت در یگان کتاب بخصوص در یگان کتاب اسلامی گفته نشده است که در ماه شریف رمضان کسی رو یا خسی رو تحقیر کنید. خب بر گذشته صلوات، اما امروز دعوای آن میکنید، مبارزه میبرید به طور خود گویا در شبکه‌های اجتماعی و تحقیرهای گوش‌نشینی رو به چهره‌های معروف سیاسی حکومت جمهوری تاجیکستان روان میبینید. این از کمال مردانگی، از کمال جوانمردی نیست. هر موروزی، هر اراده میگیرید، هر تنقیدی میکنید، هر جرمی که میجوید خالص لله باشد، به تعبیر شما بی‌کینه باشد. طالب عمولی باید که کفر است در طریقت ما کینه داشتن، آیین ماست سینه چو آینه داشتن. و موحدین کبیر کی بود؟ چگونه چهره بود؟ شراف‌الدین گدایف کی است؟ همه اینا میدونیم. همه سخنهایی که اونا میگویند در پرتو گویا حقیقت میگفته باشند، در اصل هیچ حقیقت ندارد. از دور سنگ ملامت به سر ملت، به سر وطن، به نام ملت، به نام وطن افکندن کمال جوانمردی نیست. تاجیکستان را چگونه ساختند، کی ساخت، چگونه پیره‌ها، چگونه مشکلاتی بسیار جدی سیاسی را طی کردن، تمام دنیا میداند. بنده همچون یک ایجادکار به شما مراجعت برادرانه میکنم. ما هم میتونیم تحقیق کردن، ما هم دشنام کرده میتونیم، ما هم سخنهای میگوییم که 10 برابر سخنهای شما وزنش زیادتر است، اما نمیگوییم، چون که جوانمرد رو حقارت نمیکنند، دشنام نمیکنند، بی‌کینه سخن میگوید. تنقید کنید، ایراد گیرید، اما به تحقیق باید باشد. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تاجیکستان را ساخت، جان خود را بگرمانده. از تمام نوارهایی که هم در تلویزیون هست هم در شبکه‌های اجتماعی است پیشنهادی بیننده میگردد، میدونید، میبینید
که چگونه جانفشانی ها کرد. جان فدا در راه پیمان کرده است، صد بیابان را گلستان کرده است، سرزمین پاره پاره گشته را جمع کرده تاجیکستان کرده است. در اون سالهای 90 92 91 93 چه حال داشتیم؟ چگونه دشمنان خارجی ما به سر ما چگونه جنگ ها را، چگونه ملامت ها را تحویل کردن، همه ما میدونیم. و امروز تنجی و آسودگی است، آبادی است، نکاحوالی است. همه سر میبرارن استعفای حکومت، استعفای پرزیدنت، استعفای فلان فلان بوده. مردم شما را میدوند، میشناسد. شما شاگردان و پیروان همان خارجان هستید که پابند هستید، منکوس هستید. دیگر بکر شما هیچ کس نمیرود. مردم تاجیکستان، مردم تاجیک به قدر صلح و وحدت و استقلالیت رسید. امروز برادر ما عبدالقادر تبرکی در شبکه اجتماعی گفتن بهانه گفتن از یک بیماری کرونا یا کرونا ویروس این کمال جوانمردی نیست. تاکید به این یک آفت طبیعی کردن کمال جوانمردی نیست. خدا رحم ملت تاجیک خود، خدا رحم ملت وطن تاجیک خود که همین بیماری از تاجیکستان آغاز نیافت. وگرنه چقدر سنگ معلومات به سر این ملت میزنید، تمام دنیا رو فرا گرفت. کرونا ویروس سیاست شد، چهره سیاسی شد، تاج سیاسی بر سر نهاد و آخرا اومده به تاجیکستان که امروز خوشبختانه کاهش یافت. مردم تاجیکستان آسوده هستند و اون مشکلاتی که به سر ملت تاجیک اومد تمام دوستان وطنی ما، تمام نفسان ما در بر ما بودن، با کمک تاجیکستان شتافتند و خوشبختانه امروز کاهش این بیماری، آفت طبیعی رفع نگردد. اما تاجیکستان را هیچگاه به یگان وحش هیچ کس حق ندارد که با بهانه کرونا ویروس تحقیق کند. بخصوص این به مخالفین ملت تاجیک به ناتوانبینان تعلق دارد. ما شخصا کمینه در کدام کارخانه ایجادی کار کردم، از صدق کار کردم و هیچ تلاشی فلان جو فلان منصب نکرده بودم. 6 ماه بیکار بودم، در اونجا آواز روشن نکردم، آموختم، قلم استفاده کردم، زندگی زن و فرزند خود را پیش بردم، زندگی اولای پیش بردم با قلم. سینه را نوشتم، شعر نوشتم، گنره را گرفتم و هیچ وقت تلاش نکردم. روز و ساعته که کمینه در کار بود آمدم فعالیت را آغاز کردم. اما از دور ایستاده سنگ معلومات به سر ملت تاجیک به وطن خود، به عنوان وطن خود زدن، هیچ کس شما را نه خدا میبخشد نه بنده‌اش. پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان کاری که برای این ملت کرد، رسالتی که به دوش آورد، نه کمتر از کوروش کبیر بود و نه کمتر از اسماعیل سامانی. بعضا مقایسه میکنن، سامانی نو میگویند. من برای نقیدم که رسالتی که محترم امام رحمان برای ملت تاجیک به جا آورد نه کمتر از رسالت کوروش کبیر و اسماعیل سامانی است. ملت پریشان گشته را جمع کرد، سرزمین پاره گشته را جمع کرد و تاجیکستان را ساخت. ما وکالت پرور پند بزرگان تاجیکستان را کسی که ساخت و آنیم. سرور ما سرور ناموس و ننگ ماست. شخصتون مهر دل با نام او برجاست. پیروی پرواز و پروازشون برگ است، در لب بام دیگر هستی ما مرگ است. برادران عزیز، احترام و اعتبار شما بالای دیده. هر چی که میگید، هر ارادی میگیرید، هر جرمی که میجوید قبول، اما تحقیر نکنید. حق ندارید برای تحقیر کردن. و اسلام هم تمام دینهای زمانه و
عملهای دنیوی هم رایج نمیدونن که شما تحقیر کنید. امکاناتی بسیار فراخ داریم برای تحقیر شما، برای کاریکاتور شما، برای مزاح کردن شما. اما ننگ و ناموس، جوانمردی، اعتبار، وجدان در بد اول نیست. هر چی که شما میگویید ما هم گفته میتوانیم، هر دشنامی شما میگویید ما هم کرده میتوانیم. مبارزه باید رقابتی جوانمردانه باید باشد، نه اینکه با مسخره کردن و با تحقیر کردن و با حقارت و دشنام آلوده شدن. کاملا چند شعری که در شبکه اجتماعی حواله کردم، امر دل بود، کسی برای من سفارش نداشت که فلان شعر نویس. این مبارزه اطلاعاتی من نو نیست، تاریخ 10 ساله دارد. هیچگاه با امر کسی شعر ننوشتم و نمیتوانم نوشتم. پدر مادر شما پدر مادر ما است، خواهر و برادر شما خواهر و برادر ما است. ما نمیتوانیم تحقیر کرده، ما امکانیت داریم، اما کمال جوانمردی نمی حسابیم. کینه ورزی، عداوت ورزیدن در یگان دین دنیا نبود، در یگان قانون دنیا نبود و نخواهد بود. بهونه گفتن به یک جرم طبیعی، تکیه کردن به یک نارسایی طبیعی، این از روی آدم آدمگری نیست. بعد خلاصه ما به همه اون نوشته هایی که در شبکه‌های اجتماعی است شناس هستم، شخصا کمینه شناس هستم و میتوانم به هر یک ایراد شما جواب بدم. اما جزئیاتی را که شما میگویید، یک ایرادهایی که شما میگویید قدری خاص ندارد. امروز ترقیات علم تکنیک است، امروز جهانبینی وسیع شده، امروز تفکر دیگه شده است. تفکر جامعه شهروندی است و بعض جزئیاتی که باور کنید شرم میاد که همین چیزا شما در شبکه‌های اجتماعی رایج میدونید، همین چیزا آهنگ سیاسی، تابش سیاسی میدید. هر کسی که چی گناهی کرد در نزد شما نه، در نزد قانون نه، در نزد خدا جواب میگیرد. هیچ عمل ناسزا به جواب نخواهد ماند. امکانیت دادم، کبیری در پارلمان بود، بازار ساخت، بیناهای ساخت، استقامتی ساخت. در اطرافش کی بود؟ خشب تبار، تقا، جیان و همون اولاد خود. امروز اگر حکومت در دست کبیری باشد کی را در اطراف خود جمع میکنند؟ باز همون نفره که در بازارش بودن. شما حق ندارید در مسئله دولتداری تاجیکان، در مسئله حکومتداری، در مسئله پیش بردن قانون‌های سیاسی ایراد بگیرید. چون که یک بار تجربه را ما دیدیم. برای یک بازار شما کیها را جمع کردید در اطراف خود؟ حالا که در حکومت در دست شما باشد شما چیکار میکنید؟ نفری که به مقام جنرالی رسید، تمام این مال و اموالی که بود در طرف شبکه‌های اجتماعی طرف تلویزیون دیده. حاجی حلیم چیکار کرد؟ تیرش خاک خورد. مقصد ناپاکی که داشت و جواب اعمالش رسید. دست پرور کی بود؟ برای کی کار میکرد؟ حکومت بالای دیده برداشت، وظیفه داد، عنوان‌های رتبه‌های حربی داد، اما چیکار کرد؟ نماینده شما بود. اسیسو در همون نماینده شما بود. پس دیگر چی جایی شبهه است که اگر شما رو بیارند و در پارلمان جا کنند و حزب شما رو فعال کنند شما چیکار میکنید؟ تحولات سیاسی و نه به منفعت ملت، نه به منفعت فرهنگ تمدن، نه به منفعت وطن، بلکه به منفعت خود میکنید. برای دعوای حکومت کردن، دعوای مذهب کردن
برای شما حرام است، چون همه امکانات ها در دست شما بود و شما چیکار کرده؟ چه عملهای زشت رو برای شخص خود روا دیده، برای ملت خود، برای وطن خود، چون آینه روشن است. دیگر ملت تاجیک رهبر خود رو، ملت خود رو، وطن خود رو، سرنوشت خود رو میشناسد و میداند که رسالتی محترم پرزیدنت پیشوای معظم ملت در این دوران استقلالیت برای تاجیکستان چی داد. 27-28 سال پیش دوشنبه چه حال داشت؟ این مدت ملت چی تفکر داشت؟ همه جهانیان میدونند. یک تشبث آبی پیشوای معظم ملت برای شما بسنده است که خود را بشناسید. برای ملت بسنده است، برای وطن بسنده است. فقط یک تشبث آبی که تفکر دنیا را تکان داد. و شما در این راستا، در این قبال حق ندارد برای ایراد گرفتن. چون رسالت بزرگی که محترم امام رحمان برای ملت خود، برای وطن خود اجرا کرد بی‌نظیر است. همه شما سریالی حضرت یوسف را که پرفاجعه ترین و تماشابی‌ترین فیلم است تماشا کرده. و افسانه است، واقعیت از روایت است. برای من مهم نیست، برای دیگران مهم نیست. مهمتر است که سرگذشت تلخ یک بنی اسرائیل را افاده میکند و چقدر مبارزه های برادرانه، چقدر ناتوانبینی در اون فیلم انعکاس یافته است و خلاصه اون و چند جمله انجام پذیرد که خواجگان شما این فیلم برداشتند. یا یوسف، خود را به شکوه و جلال تمام بیارای و به مجلس درآی تا همگان بدانند که کسی را توان ستیز با آنکه خداوند عزیزش می‌دارد نیست. و شما نیست توان ستیز، توان شک و شبهه در قبال سیاستی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان نداره، چون او خدا داد است. خدا لایق دانست او را به سر ملت تاجیک آورد و بازیافت نادر تاریخی برای ملت تاجیک است. محترم امام رحمان، ما چهره پرزیای ملت داریم، بر گوش زمان صدای ملت داریم. در راه مراد پیشوایی نخریم تا پرچم پیشوای ملت داریم. باقی در امان خدا باشد. این هشدار نخستین کمینه از نام تمام شاعران تاجیکستان و اهل زیای تاجیکستان برای شما.